بهم بگو کلثوم اکبری، اگه تویی که داری این ویدیو رو نگاه میکنی دانش آموز، دانشجو یا شاغل نیستی. حالا هم اگه این ویدیو بهشتی رو تا آخر نبینی هیچی وقت نمیفهمی که چجوری میتونی توی 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه پف کل صورتتو بگیری، با آرایش خستگی صورتتو از بین ببری و چجوری آرایشتو انجام بدی که در عین داف بودن فیکس بمونه کل اون ساعتایی که تو مدرسه، کلاس، دانشگاه یا سر کاری. سلام علیکم، چطورید بچه‌ها؟ امروز با سیس خبرنگاری و مقنعه اومدم که قدم به قدم میکاپ رو با هم انجام بدیم که بعدا وقتی انجامش دادی بگی که یا خدا خیرت بده. نه بابا. از خشکی صورتم فکر می‌کنم مشخصه که من صورتمو با آب سرد شستم و اولین قدم آرایش 5 دقیقه‌مون همینه. وقتی که با آب سرد صورتتون رو میشورین خیلی بهتون کمک میکنه که زود پف خستگیتون بخوابه و آرایش روی پوستتون بشینه. مرحله دوم فکر کنم واسه خیلیاتون جدید و عجیب باشه، چون یه ماساژ چینی خیلی سریع رو صورتم انجام میدم که 30 ثانیه بیشتر وقتمو نمیگیره. اول دستاتون رو به هم دیگه میمالونین تا گرمای دستاتون کاملا در بیاد و به هم دیگه انتقال پیدا بکنه. حالا 36 بار با 4 تا انگشتتون میزنید روی این قسمت استخوان گونه. این ماساژ و این حرکت از طب سنتی و سوزنی چینی میاد که باعث میشه جوشاتون خیلی کمتر بشه، التهاب پوستتون و پف سوستتون. باشه من نمیتونم رسمی صحبت کنم. ببین پف و التهاب و جوش و تیرگی و همه رو کم میکنه، اصلا خیلی صورتتو شاداب میکنه. حالا بعد 36 بار دوباره دستاتو به هم دیگه ماساژ میدی، اینجا این قسمت شقیقه ها میزنی. این قسمت خیلی مهمه به خاطر اینکه شما بعدش باید برین دعوا کنید. یعنی چی؟ دعوا؟ با کی؟ با چی؟ کجا؟ منظورم از دعوا اینه که ببین شده برو با یکی دعوا کن، ولی بعد از اینکه مرطوب کننده تو میزنی باید اجازه بدی که این مرطوب کننده روی پوستت بخوابه. تو داری حاضر میشی دیگه، 5 دقیقه میکاپته. شاید فکر بکنین که قراره تو آرایش امروز پرایمر داشته باشین. اتفاقا پرایمر جزو چیزاییه که شما اصلا نباید تو این آرایش استفاده بکنین. این آرایش قراره که آرایش روزانت بشه. خیلی روزا میخوای بری سر کار، خیلی روزا سر کلاس و دانشگاهی، ساعت طولانی میمونه و به مرور زمان که خیلی پرایمر استفاده بکنی منافذت بسته میشه و منافذت پر از کثافت و چرک و باکتری میشه. خودم من بیام منافذمو به خاطر تویی که هم ترم دانشگاهی منی و هم کلاسی منی ببندم، خودم من که بعدش برم کلی پول بدم که پاکسازی بکنه پوستم و منافذمو تمیز بکنه؟ خاک بر سر. حالا که دعواتو کردی برو ضد آفتاب و بالملعبتو بزن. یه 5 دقیقه هم اینجا زمان لازم داری. میخوام یه تکنیک ابرو بهت یاد بدم که پشمات بریزه و تا آخر روز ابروات لیفت و خوشگل و مرتب بمونه. ابروها رو همه رو بیار به سمت پایین، بعد همه رو شمشیری ببر بالا. الان انجام میدم. شبیه سوگلیای دوران قاجار شدم. باز الان که یه مدل دیگه ای بد شد، شبیه یکی شدم که نمیدونم شبیه کی شدم. اگه شما همینو مرتب بکنی بعد چند ساعت میخوابه. حالا با دست انگشتت خانومم این قسمت اصلی ابرو رو که میخوای بالا بمونه رو پرس میکنی با انگشتت. ببین اینو پرس کن، یه کوچولو ببر بالا، پرس کن، یه کوچولو ببر بالا. این ژل ابرو میره به خورد ابرو و این دیگه میمونه. حالا بذار یه ذره این خوشه، میریم سراغ کانسیلر. اگه درست کانسیلر نزنی کانسیلرت کیکی میشه، خط میفته، اصلا قیافه ها عوضی. پس ما کانسیلر رو فقط نقطه‌ای میزنیم. گوشه چشم، گوشه بیرونی چشم رو یه ذره میکشیم به سمت بیرون، دور بینی، یه مثلث کوچولو وسط پیشونی و اگر لکه یا جوشی داری که میخوای کاورش بکنی روی اونا هم نقطه‌ای میزنی. اونم اینجا دارم، اینجا رو میزنم. اگه دوست داشتی یه ذره رو چونه رو میتونی بزنی، ولی چون میخوایم که خیلی با دوام‌تر باشه و ساعت زیادی بمونه روی صورتمون این آرایش، به جای آب اسپری فیکس میزنی. من تو صورتم. بچه‌ها من اون زمان که دانشگاه میرفتم، میشه فقط فکر کنم 4-5 سال پیش، خب خیلی دافه، اون موقع خیلی داف بودم، یعنی مثلا واسه زمان دانشگاه. الان که عکس‌ها رو نگاه می‌کنم می‌بینم که از اون جایی که وقت نداریم و قراره که میکاپ 5 دقیقه‌ای باشه، جان 5 دقیقه هم اینجا زمان لازم داریم. کانتور بینی نداریم. به جای کانتور بینی همین 2 قسمت کانسیلری که واسهتون گذاشتم کار کانتور بینی رو انجام میده. چرا؟ چون وقتی تو از اینجا شروع میکنی بلند کردن و میاریش بالا، روی این قسمت نیمه اول
بینیت میزنی اینجا خط سفید رو درست میکنی و باعث میشه این قسمت یک سایه و یک تیرگی ایجاد بشه که کار همون کانتور بینی رو میکنه، ولی خیلی ملیح‌تر، خیلی روزمرگی‌تر و خیلی سکسی تر. نمیدونم توی دوربین میفته یا نه. الان این یکی رو که بلند کردم اینجا قشنگ یه خط تیره میفته، ولی این یکی اون خط تیره رو نداره. میفته؟ دیده میشه. میریم سراغ ابروهای شمشیریمون. حالا ابروامون رو هر قسمتی که نخوابیده هنوز و یا سیخ سیخیه رو مرتب میکنیم. میریم سراغ پودر فیکس. حالا اون جایی که کانسیلر زدی رو فیکس میکنیم، به علاوه اون قسمت هایی که اگه پوست چرب مختلطی داری عرق میکنه. من چون پوست مختلطی دارم، علاوه بر این که زیر چشامو فیکس میکنم، حتما خط لبخندم هم میزنم، چون اینجاها معمولا خیلی عرق میکنه واسه من. پیشونیم که یه جوری برق میزنه، واسه این پیشونیم هم که حتما باید فیکس کنم. توی مرحله بعدی یک تیر و دو نشون داریم، یعنی تو میای بلاشتو برمیداری، بلاش، او مای گاد، یه لبخند ملیح بزن. این میشه سیب گونه. این گوشه پلکو بگیر، اینجا رژ گونه‌تو بزن، بیار به سمت سیب گونه و شقیقه بلند کن. همین براشی که بلاشیه، همین براشی که رژ گونه‌ایه رو پشت چشت بزن. وسواس به خرج نده، بدو عجله داری، سریع. 2 تا مرحله رفتی جلو. من سرمه استفاده میکنم، تو میتونی خط چش استفاده کنی، میتونی هر مداد چش استفاده کنی، هر چی که میخوای، ولی چون سرمه تقویت میکنه چشما رو و ضرر نداره، من سرمه رو استفاده میکنم. سرمه‌تو بیار. چرا من اینطوری میشم؟ زیر مژه ها لثه بالاتو میکشی. وقت نداری خط چش قرینه خوشگل مشکل بکشی، باید از تکنیکای 3 ثانیه‌ای استفاده کنی. گوشه چشتو سریع ذره پررنگ میکنی، بکش، اصلا مهم نیست چی. بیا جلو با ناخونت میکشی اینو. ببین شمشیر. به جون خودم بچه‌ها، من هر موقع دیرم میشه این کارو انجام میدم، بی برو برگرد قرینه در میاد و خیلی خوبه واقعا این تکنیک بعدی واسه کسایی که مثلا من صورتشون پف میکنه یا پف صورتشون دیر میخوابه. توی این مواقع بهتر که توی آرایشتون مثلا یک چیز جلب توجهی داشته باشین که خیلی پف صورتتون به چش نیاد. پس من از گلیتر مایع استفاده میکنم، یه ذره از هایلایتر گلیتر مایع گوشه چشماتون میزنین. این کاملا اختیار، دوست نداشتین انجام نمیدین. تا وقتی که این گوشه چشمت خشک میشه، سریع با یه مداد دور لاتو قهوه‌ای کنی. اگه ریدی اشکال نداره، سریع با انگشت روشو بلند کن، درست میشه. چون کانسیلر زدی ممکنه چشتو بکشه بالا و یه ذره کوچیک نشون بده، پس با همین مدادت یه کوچولو گوشه پایینی پلکت هم میکشی. فرموژتو میزنی و نهایتاً رژ لب. این مرحله آخری که میخوام انجام بدم و کاملا اختیاریه. حالا بسته به اینکه دوست داری یا دوست نداری، ریمل هم میتونی بزنی یا نزنی. من دوست دارم که بزنم که شما لوک کامل و نهایی رو ببینید. موجای پایینم رو ریمل نمیزنم حقیقتا، بخاطر اینکه دوست ندارم بریزه به مرور زمان و بعد چند ساعت. حالا شما اگه دوست داشتی میتونید پلک پایینم بزنی. الان توی داف آماده کاملا مناسب کانسپت کلاس، دانشگاه و سر کار هستی، نه بیشتر نه کمتر. این کاملا تو الان داف هستی، ولی برای داف موندن چند تا چیز لازمه. من توی کیفم پودر فیکس، خط لب، بالم لب و رژ لب. من این 4 تا آپشن رو همیشه دارم توی کیفم. اگه یه جاهایی روغنی شد، چرب شد، با پودر فیکس درست میکنی و خب رژ لبم که خیلی زود پاک میشه، بالم لب، خط لب و رژ لب و حتما توی کیفم همیشه تحت هر شرایطی من دارم. هدیه این ویدیو هم یه شومیز خیلی خوشگل واسه یکی از شما خوشگلاست که میتونید سر کار، کلاس یا دانشگاه بپوشید. راستی ویدیوی بعدی رو از دست ندید که هر دختری باید ببینه. خیلی 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 دوستتون دارم. مثل همیشه که میگم قلبمو گرم میکنید. کلی ماچ به صورتهای ماهتون و ویدیوی بعدی میبینمتون.